ابو محمد الیاس ابن یوسف معروف به حکیم نظامی گنجوی، شاعر و اندیشمند بزرگ، قرن ششم هجری در گنجه از شهرهای ایران در دوره سلجوقی به دنیا آمد. او در آغاز بندهای لیلی و مجنون خودش را دهقان فصیح پارسی زاد معرفی می کند. او مردی عارف و گوشه‌نشین بود و دعوت پادشاهان و هدایای آنها را نمیپذیرفت. نظامی بعد از فردوسی بزرگترین شاعری بود که به هویت سرزمینی و گذشته ایران پرداخت. ارادت او به سرزمینش به حدی بود که در اثر 7 پیکر خود تمام عالم را مانند تنی می‌داند که ایران دل آن است. همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. نظامی منظومه‌های داستانی را به تکامل رساند و به همین جهت او را صاحب سبک و پیشوای داستان سرایی در ادبیات فارسی می‌دانند. او نام 30 لحن موسیقی باستانی ایرانی را در منظومه خسرو و شیرین آورده است. به جز آن، نظامی بر علوم دیگری چون فلسفه و حکمت هم مسلط بود و به همین خاطر او را حکیم می‌نامیدند. مخزن الاسرار، پنجگنج و اسکندرنامه از جمله آثار ارزشمند او هستند که به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و آلمانی هم منتشر شدند. به گفته مارکوس مستشرق نامدار، سروده‌های نظامی بر گوته هم تأثیر گذاشته است. این فخر ادب ایران زمین در حدود سالهای 602 تا 614 قمری در گنجه از دنیا رفت.